اگر شما هم می‌خواهید که از مهمترین اخبار افغانستان و جهان، تنش میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل آگاه شوید، همین لحظه دکمه سابسکرایب همین پلتفرم یعنی یوتیوب و شبکه کاکتوس نیوز را فشار بدهید تا شما هم عضوی از خانواده چند میلیونی کاکتوس نیوز شوید. سلام و وقتتان بخیر. به استودیوی مرکزی کاکتوس نیوز با من مختار لشکری خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر فوری از تنش میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل. در ادامه تشدید بی‌سابقه جنگ منطقه‌ای، ایران در چند ساعت گذشته موجی از حملات موشکی و پهپادی را به طور همزمان علیه چندین کشور از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، عراق، اردن و عمان آغاز کرده است. حملاتی که زیرساخت‌های انرژی و پایگاه‌های جنگی در این کشورها را هدف قرار داده و به گفته گزارش‌ها در برخی مناطق از جمله تأسیساتی در قطر و مراکز جنگی و غیر جنگی در خلیج فارس خسارات قابل توجهی بر جای گذاشته است. در درون اسرائیل اما شهرهای تل‌آویو، حیفا، اشدود و ریشون لتزیون در کانون این حملات قرار داشتند. گزارش‌ها از اصابت موشک به مناطق مسکونی و زیرساختی، وارد شدن خسارات به تأسیسات انرژی در حیفا، آسیب به ساختمان‌ها در تل‌آویو و اصابت موشک به یک مرکز غیر جنگی در ریشون لتزیون حکایت دارد. هرچند بخش زیادی از موشک‌ها رهگیری شدند و میزان تلفات در برخی موارد محدود گزارش شده است. این حملات که در چارچوب پاسخ متقابل تهران به عملیات جنگی آمریکا و اسرائیل انجام شدند، نشان دهنده ورود جنگ به مرحله گسترده و چند جبهه‌ای است. مرحله‌ای که در آن ایران تلاش کرده با ضربات همزمان به عمق اسرائیل و منافع متحدانش توازن میدان را به سود خود بچرخاند و فشار جنگی و روانی قابل توجهی بر اسرائیل وارد کند. اما BBC لحظاتی پیش تایید کرده است که حمله منتسب به ایران به پایگاه راهبردی دیگو گارسیا، یکی از مهمترین مراکز جنگی آمریکا و بریتانیا در اقیانوس هند، رخ داده. هرچند این حمله ظاهرا ناموفق بوده است. اهمیت این گزارش در آن است که نشان می‌دهد دامنه درگیری‌ها فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و پایگاه‌های دوردست هم در تیررس قرار گرفتند. وزارت دفاع بریتانیا در برابر گزارش‌ها درباره حمله موشکی ایران به دیگو گارسیا از تایید یا تکذیب مستقیم خودداری کرده، اما همزمان اقدامات تهران را تهدیدی علیه منافع خود و متحدانش توصیف کرده است. لندن همچنین اعلام کرده که به آمریکا اجازه استفاده محدود و مشخص از پایگاه‌هایش را داده، موضعی که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش هماهنگی جنگی غرب در برابر ایران باشد. اما رسانه‌های ایران از دور تازه‌ای از حملات به تأسیسات غنیسازی نتنز در نخستین روزهای سال نو هجری خورشیدی خبر دادند. سایتی کلیدی در برنامه هسته‌ای ایران که پیشتر هم هدف حمله قرار گرفته بود. مقام‌های رسمی میگویند این حمله بدون نشت مواد خطرناک بوده، اما تکرار هدف قرار دادن نتنز بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران را برجسته کرده است. حتما میدانید که در چند روز گذشته هر گاهی که ایالات متحده آمریکا و نیروهای اسرائیل در درون ایران مناطق استراتژیک یا غیر جنگی را مورد هدف قرار دادند، ایران هم تنها ساعاتی بعد حملات مشابهی را به اسرائیل انجام داد. حالا باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا ایران میخواهد که به پایگاه‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه حمله کند یا خیر؟ اما در پی حمله یک پهپاد به مقر سرویس اطلاعات ملی عراق در منطقه حساس منصور بغداد، یک افسر عراق کشته شده است. حمله‌ای که یکی از مهمترین مراکز امنیتی پایتخت را هدف قرار داده و نگرانی‌ها درباره نفوذپذیری ساختارهای اطلاعاتی عراق را افزایش داده است. این رویداد صبح امروز شنبه رخ داده و در حالی گزارش می‌شود که هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله در عراق را بر عهده نگرفته و جزئیات بیشتری از نحوه انجام حمله منتشر نشده است. اما ارتش اسرائیل اعلام کرده است که یک جنگنده اسرائیل در جریان عملیات در حریم هوایی ایران برای نخستین بار هدف شلیک موشک زمین به هوا قرار گرفته، اما این تلاش ناکام مانده و هواپیما گویا سالم به اسرائیل بازگشته است. این نخستین تایید رسمی از چنین رویارویی مستقیم در آسمان ایران در جریان تنش‌های اخیر است و می‌تواند نشانه‌ای از گسترش دامنه درگیری و سطوحی حساس‌تر باشد. حتما می‌دانید که در طول چند روز جنگ هم در
دور دوم و هم در دور اول در جنگ 12 روزه ایران هیچگاه موفق نشده بود که هواپیماها و جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل را مورد هدف مستقیم موشک‌های خود قرار بدهد. این برای نخستین بار است و نگرانی‌ها در پنتاگون، در کاخ سفید، در تل‌آویو و در حیفا افزایش یافته است که ایران چطور به موشک‌های ضد جنگنده‌های پیشرفته اسرائیل و ایالات متحده رسیده است. باید دید که به هر حال چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مقام‌های محلی ایران میگویند در حمله‌ای که آن را به اسرائیل نسبت می‌دهند، یک خانه مسکونی در رامسر هدف قرار گرفته و یک زوج به همراه فرزندانش کشته شدند. حمله‌ای که به گفته مسئولان در ساعات بامدادی امروز شنبه رخ داده است. این رویداد در حالی گزارش می‌شود که با ادامه حملات نگرانی‌ها درباره افزایش تلفات غیر جنگی در مناطق مختلف ایران رو به افزایش است. و امروز و لحظات پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام نوروزی بر رهبران ایران بر تداوم روابط نزدیک دو کشور تاکید کرده و مسکو را دوست وفادار و شریک قابل اعتماد تهران خوانده است. این پیام در شرایطی منتشر می شود که همزمان تردیدها و گزارش‌های متناقضی درباره میزان حمایت عملی روسیه از ایران در جریان درگیری‌های جاری مطرح است. حتما میدانید که روز گذشته تعدادی از رسانه‌ها خبری را کار کردند مبنی بر معامله پنهانی مسکو و واشنگتن، روسیه و آمریکا که گویا روس‌ها و کرملین به آمریکا و کاخ سفید گفتند که اگر شما تسلیحات جنگی به اوکراین ارسال نکنید، روسیه هم دیگر جغرافیای پنهانی نیروهای آمریکایی را در اختیار ایران قرار نخواهد داد. اما امروز با ارسال پیام ولادیمیر پوتین گویا قصد داشته است روسیه که خبرهای روز گذشته را کاملا تکذیب کند. از طرف دیگر در خبر فوری و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لحظاتی پیش در تروت سوشیال خود گفته است که با ایران صلح نخواهیم کرد، با ایران آتش بس نخواهیم کرد و مذاکره نمی کنیم با جمهوری اسلامی ایران، در حالی که ایران به شدت مواضع آمریکا و اسرائیل را در آسیا، در خاورمیانه و در کمی دورتر از خاورمیانه در آبهای هند و پایگاه دیگو گارسیا را گویا امروز مورد حملات خود قرار داده است. باید دید که در ادامه روز چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما در تیم کاکتوس نیوز همراه با خبرنگاران و تیم تحریریه و دنبال یافتن حقایق بیشتر هستیم. شما هم مراقب خودتان باشید، مخصوصا اگر در جغرافیایی ناآرام زندگی می‌کنید. سپاسگزار و خدا نگهدار.